فرض کنیم اپل آیدیمون کارتیه یا اونو از فروشگاه خریدیم و میخوایم مشخصاتش رو شخصی سازی کنیم و مشخصات اونو کاملا تغییر بدیم. چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ سلام دوستان، وقت همگی بخیر. توی این آموزش میخوایم به این بپردازیم که چطوری وقتی اپل آیدی کارتی خریدیم، از فروشگاه خریدیم یا حتی از سایتی خریدیم، مشخصات اونو شخصی سازی کنیم. برای این کار وارد سایت applid.apple.com میشیم و از این بالا روی گزینه ساین این کلیک میکنیم. توی این کادری که برامون باز میشه اپل آیدی خودمون رو وارد میکنیم و توی کادر بعدی پسورد اپل آیدی رو وارد میکنیم و روی اینتر کلیک میکنیم. خب اینجا از اون میخواد که به 2 سوال امنیتی پاسخ بدیم. اگه اپل آیدی کارتیه حتما به بزرگ و کوچیک بودن حروف دقت کنید. اینجا روی گزینه کانتینیو کلیک میکنیم تا وارد پنل کاربریمون بشیم. اینجا اپل برای امنیت بیشتر اپل آیدی از ما میخواد که تایید 2 مرحله رو فعال کنیم و از اونجایی که پیش شماره ایران توی لیست کشورها نیست، امکان فعال کردنش وجود نداره برای ما یا خیلی سخته. روی گزینه آذر آپشن کلیک میکنیم، اینجا دونت آپگرید رو میزنیم. خب کانتینیو. سمت چپ بالای صفحه فرست نیم و لاست نیم اپل آیدی و در زیر اون ایمیل اپل آیدی رو نمایش داده میشه. اگه بخوایم ایمیل اپل آیدی رو تغییر بدیم، توی این کادر میتونیم ایمیل جدید رو وارد کنیم و به اون ایمیل کد میاد. اگه کد رو وارد کنیم در واقع اپل آیدی جدیدمون همین میشه که وارد کردیم. اینجا میتونیم پسورد رو عوض کنیم. توی کادر اول باید پسورد فعلی رو وارد کنیم و توی 2 تا کادر بعدی پسوردی رو وارد کنیم که بیشتر از 8 کاراکتر باشه، در اون عدد و حروف بزرگ و کوچیک به کار برده بشه. و اینجا بخش مهمیه که میتونیم از اینجا سوالات امنیتی رو عوض کنیم و توی این بخش هم که میتونیم تایید 2 مرحله رو برای اپل آیدیمون فعال کنیم که گفتم برای ما که پیش شماره ایران رو نداره فعال کردنش خیلی دردسرسازه. و بخش آخرم رسکیو ایمیل. رسکیو ایمیل یا ایمیل نجات ایمیلیه که به عنوان ایمیل دوم در واقع ست میشه و تمام اعلانات امنیتی به این ایمیل ارسال میشه، مثلا تغییر سوالات، تغییر پسورد اپل آیدی. اینجا یه در واقع ایمیلی وارد میکنیم که تمام اعلانات به اون ارسال بشه. اینم از بخش رسکیو ایمیل. قسمت بعدی پرسونال اینفورمیشنه که میتونیم نام، تاریخ تولد، ریجن اپل آیدیمون و بقیه مشخصات اپل آیدی رو تغییر بدیم. اینجا قسمت پیمنت متد، اگر گیفت کارت، ویزا کارت یا مستر کارت و غیره استفاده میکنیم برای اپل آیدی، برای خریدای اپل آیدی یا مثلا برای اشتراکا، اینجا نمایش داده میشه. قسمت دیوایسز اون دستگاه هایی که در حال حاضر روی اپل آیدی فعال هستن رو نمایش میده. قسمت فامیلی شیرینگ هم برای در واقع حساب ها و فامیلی هایی که داریم. و قسمت پرایویسی هم چیز خاصی نداره، میتونید خودتون چک کنید. قسمت مهم و اصلی که ما باش کار داریم همین قسمت و قسمت پرسونال اینفورمیشن که میتونیم پسورد عوض کنیم، سوالات امنیتی عوض کنیم، اپل آیدیمون رو عوض کنیم. قسمت پرسونال اینفورمیشن هم که از این قسمت میتونید تاریخ تولد اپل آیدیمون رو تغییر بدیم. این بود از تغییر مشخصات اپل آیدی. امیدوارم این ویدیو به کارتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما برای دوستانتون بفرستین و منتظر نظراتتون هستم.